بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. از چی چیز میپرسند؟ از خبر بزرگ و مهم که ایشان در آن اختلاف دارند؟ چنین نیست که کافران میپندارند، به زودی میدانند که قیامت چیست، و چنین نیست که کافران میپندارند و باز به زودی میدانند که قیامت چیست. آیا زمین را همچون گهواره برای زندگی نساختیم و کوهها را در آن به حیث میخهای قرار ندادیم تا زمین را استوار نگه دارند؟ و شما را جوره جوره آفریدیم و خواب شما را مایه راحت شما قرار دادیم و شب را برای شما لباسی ساختیم که شما را می پوشاند و روز را وسیله معایشت و گزاره روزمره شما گردانیدیم و بر بالای سر شما 7 آسمان محکم بنا کردیم و خورشید را در آن چراغ درخشنده قرار دادیم و از ابرهای بارنده آب ریزان فرو باریدیم تا به وسیله آن دانه و گیاه برویانیم و باغستانهای دارای درختان غلوی در هم پیچیده را. واقعا روزی جدا شدن حق از باطل وعدگاه است، روزی که در سور دمیده می شود و همه شما گروه گروه می آیید و آسمان گشوده می شود، سپس دروازه می شود و کوها به حرکت انداخته می شوند و به شکل سرابی در می آیند. براستی که دوزخ کمینگاهی بوده است برای بازگشت سرکشان، در آنجا روزگاران بی نهایت به سر می برند. در آنجا نه هوای مطبوع و سردی را در می آبند و نه هم آشامیدنی گوارای را می چشند، مگر آب جوشان و زرداب را پاداش مناسب. ایشان واقعا توقع ترس از حساب روز قیامت را نداشتند و نشانه های ما را به گونه بیشرمانه تکذیب می کردند و ما همه چیزها را حساب و نوشته کردیم. پس بچشید ثمره اعمال خود را که به چیز جز عذاب بر شما نمی افزاییم. واقعا برای پرهیزگاران پیروزی بزرگ است. باغهایی که دور آن دیوار شده و تاکستان انگورها و دوشیزگان انارپستانی است هم سن و سالشان و جامهای لبریز پیاپی و صافی. نه در آن سخنان بیهوده می شنوند و نه هم دروغی. آنها پاداش است از پروردگارت، عطیه حساب شده پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست. همان خداوند رحمان است، هیچ کس استحقاق سخن گفتن را با او ندارد. روزی که روح و دیگر فرشتگان در صفها ایستاده می شوند، هیچ کس جز آن که خداوند رحمان به وی اجازه دهد سخن نمی گوید و او نیز حقیقت را می گوید. آن روز حق است، پس هر کس که بخواهد به سوی پروردگار خود جای بازگشتی را بگیرد. بیگمان شما را از عذابی بیم می دهیم که نزدیک شده است، در روزی که انسان آنچه را دستهای او از پیش فرستاده بود می بیند و کافر در آن روز می گوید ای کاش کف خاکی می بودم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. قسم به کشتگانی که به شدت می کشند، قسم به آنانی که با نشاط می گیرند، قسم به شناورانی که به گونه شناوری می کنند، قسم به آنانی که پیش دستی می کنند، قسم به آنهایی که کارها را به تدبیر به سر می رسانند. روزی که همه این زمین را لرزاننده بلرزاند، یعنی سور اول دمیده شود و از پی آن هم ردیف آن بیاید، یعنی سور دوم دمیده شود. در آن روز دلهایی است که در تب و تاب می باشند و چشمهایشان خیره مانده. می گویند آیا ما به آفرینش نخستین خود بازگردانده خواهیم شد؟ آیا چنین خواهد شد اگرچه استخوان‌های پوسیده باشیم؟ آنگاه می گویند این بازگشت در این حال بازگشت زیانباری است.
بیگمان این بازگشت با آواز شدیدی صورت میگیرد، پس ناگهان همگان به میدان قیامت قرار میگیرند. آیا داستان موسی و تو آمده است؟ هنگامی که پروردگارش در وادی مقدس طووا یعنی تور او را فرا خواند و به او هدایت داد که نزد فرعون برو که او واقعا سرکشی کرده است و برایش بگو آیا میل داری که از گناه پاک شوی و تو را به سوی پروردگارت راه نمایم تا از او بترسی. در این حال موسی به او معجزه بزرگ را نشان داد، ولی او تکذیب کرد و نافرمانی نمود. سپس روی برتافت و سخت تلاش کرد. سپس مردم را گرد آورد و ندا در داد و گفت من پروردگاری برتر شمایم. همین بود که خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد. بیگمان در این رویداد عبرتی است برای کسی که بترسد. آیا آفرینش شما دشوارتر است یا آسمان که خداوند آن را بنا کرد؟ سقف آن را برافراشت، پس آن را برابر ساخت، شبش را تاریک کرد و روزش را روشن ساخت و سپس زمین را گسترانید. از آن آب آن را و علفچرهای آن را بیرون آورد و کوهها را پایدار و استوار ساخت برای بهره‌یابی شما و چارپایان شما. سپس چون آن واقعه بزرگ بیاید، روزی که انسان فعالیتهای خود را به یاد می آرد و دوزخ برای هر بیننده آشکار می گردد. سپس هر که سرکشی کرده بود و زندگانی این دنیا را برگزیده بود، پس بیگمان آتش دوزخ جای اوست. اما کسی که از مقام پروردگارش ترسید و خود را از هوا و هوس باز داشت، پس بهشت جای اوست. از تو در مورد قیامت می پرسند که چی وقت لنگر انداختن آن است، یعنی واقع می شود. از یاد آن در چی مقامی هستی، یعنی در زمین چی اطلاعی داری؟ نهایت علم آن به سوی پروردگار توست. بیگمان تو صرف بیم دهنده هستی برای کسی که از آن بترسد. روزی که به آن روبرو شوند، گویا ایشان میپندارند که در دنیا جز شامگاهی یا صبحگاهی درنگ نکردند. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. پیامبر جبین در هم کشید و رو گردانید از اینکه نزد او نابینای آمد. چی میدانی؟ شاید او پاکی و تقوا پیشه میکرد یا پندی میگرفت و آن پند به او سودمند واقع میشد. اما کسی که بی‌نیازی نشان داد، تو به سوی او رو میآوری و اگر پاکیزه نشود هم بر تو الزام وارد نمیشود. اما کسی که نزد تو بیاید و به سوی تو بشتابد و او از خدا میترسد، پس تو از او روی برمیتابی. نباید چنین شود. این آیات پند دهنده است، پس هر که بخواهد از آن پند گیرد. در صحیفه های مکرمت اندود والا مرتبه پاکیزه قرار دارد، به دست نویسندگان گرامی قدر نیکوکاری. کشته شود این انسان که چقدر ناسپاس است. او را از چی آفرید؟ از نطفه یعنی قطره منی او را آفرید و به اندازه متناسب مشخص کرد. سپس راه را برایش آسان گردانید، باز او را میراند و به قبر گذاشت و هرگاه بخواهد باز او را برمی‌انگیزد. نه، هرگز چیزی را که با او امر کرده بود به جا نیاورد. پس انسان باید به خوراک خود بنگرد. بیگمان ما آب را به وفرت فرو ریختیم، سپس زمین را به گونه خاصی شکافتیم و در آن دانه‌های رویانیدیم، انگور را و سبزیجات را، زیتون را و خرما را، باغ‌های با درختان غلو را و میوه‌ها و علفچرها را برای بهره‌یابی شما و مواشی شما. سپس چون قیامت با مشخصه آواز گوشخراش خیش بیاید، روزی که انسان از برادر خود بگریزد و از مادر خود و پدر خود و از زن خود و از اولاد خود، هر یک ایشان در آن روز از خود حالتی دارد که او را از توجه دیگران بی‌نیاز می‌گرداند.
در آن روز روی‌های تابنده و درخشان، خندان و شادمان، و در آن روز روی‌های است غبارآلود، سیاهی آنها را پوشانیده، هم ایشانند کافران بدکار. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت با رحم. هنگامی که آفتاب در هم پیچیده می شود و هنگامی که ستارگان بی فروغ شوند و هنگامی که کوهها به حرکت افتند و هنگامی که اشتران شکمدار با حمل 10 ماهه خود به حال خیش گذاشته شوند، هنگامی که جانوران وحشی نمیرمند و جمع می شوند و هنگامی که بحرها مانند آتش افروخته شوند و هنگامی که روحها به بدنها یا مردم هم خوی و خصلت به هم بپیوندند، هنگامی که از دختر زنده در گور شده پرسیده شود که با کدام گناه کشته شده بود، هنگامی که نامه های اعمال گشوده شود و هنگامی که پرده آسمان برداشته شود، هنگامی که دوزخ شعله‌ور گردد و هنگامی که بهشت نزدیک آورده شود، در آن وقت هر کس می فهمد برای خود چی آماده کرده است. پس سوگند به آن ستارگانی که باز می گردند، راست می روند و گاهی پنهان می شوند، و سوگند به شب که می آید و می رود و به صبح هنگامی که می دمد. بیگمان این کلام رسول یعنی فرشته عالی قدر است، صاحب قدرت نزد خداوند صاحب عرش والا، فرمان روا و امانتکار. و ای مردم، یار و همراه شما دیوانه نیست و بیگمان او را در افق روشن دید و بر تعلیم اسرار غیب بخیل نیست و نه هم این قرآن سخن شیطانی رانده شده از رحمت خداوند می باشد. پس به کجا می روید؟ این قرآن نیست مگر پندی برای همه جهانیان، برای آن کسی از شما که بخواهد در راه حق پایداری کند و شما نمی خواهید پایداری کنید مگر آن که خدای پروردگار جهانیان بخواهد، یعنی به شما توفیق عنایت کند. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت با رحم. هنگامی که آسمان شکافته شود، هنگامی که ستارگان پراگنده شوند، هنگامی که بحرها منفجر شوند و هنگامی که قبرها گشوده شوند، در آن فرصت است که هر کس می داند که چی چیز را از پیش فرستاده و چی را باز داشته است. ای انسان، چی چیز تو را از پروردگار صاحب کرم تو فریفت؟ او که تو را آفرید و باز تو را به شکل بسیار خوبی برابر ساخت و در نهایت اعتدال قرار داد، به همان صورتی که خواست اجزای وجود تو را به هم پیوست ساخت. نخیر، چنین نیست که شما می پندارید، بلکه شما روز جزا را تکذیب می کنید. واقعیت این است که بر شما نگهبانانی گماشته شده اند، نویسندگان گرامی قدری که همه کارهای را که انجام می دهید می دانند. مسلما نیکوکاران در بهشتند و بیگمان بدکاران در دوزخند که به آن داخل می شوند در روز جزا و از آن غایب نیستند. چی می دانی که روز جزا چیست؟ و باز چی می دانی که روز جزا چیست؟ روزی است که هیچ کس برای کسی دیگری چیزی کردن نمی تواند و در آن روز کار سراسر از آن خداست. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت با رحم. وای بر کم فروشان، آنانی که چون از مردم پیمانه را میگیرند آن را کامل می ستانند، ولی وقتی که برای ایشان پیمانه را میدهند یا برایشان وزن میکنند کم میکنند. آیا ایشان باور ندارند که برانگیخته میشوند در روزی بزرگ، روزی که همه مردم به حضور پروردگار عالمیان به پا میخیزند؟ نه چنان است که این نامسلمانان میپندارند. یقینا دفتر اعمال بدکاران در سجین قرار دارد. و چی میدانی که سجین چیست؟ کتابی است نوشته شده. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، آنانی که روز جزا را دروغ میشمارند.
و هیچ کس روز جزا را تکذیب نمی کند جز آن تجاوزگر گناهکار که چون آیات ما به او خوانده می شود می گوید اینها افسانه های پیشینیان است. نه چنان است که این نامسلمانان می پندارند، بلکه اعمالی که کسب کرده اند در دلهایشان زنگ پدید آورده است. چنین نیست که این نامسلمانان می پندارند، بیگمان ایشان از دیدار پروردگار خیش در آن روز در حجابند و باز به دوزخ داخل می شوند. سپس گفته می شود این است چیزی که آن را تکذیب می کردید. چنین نیست که این نامسلمانان می پندارند، بیگمان کتاب اعمال نیکوکاران در علیین است. و چی می دانی که علیین چیست؟ کتابی است نوشته شده که آن را مقربان مشاهده یعنی مراقبت می کنند. بیگمان راستکاران در ناز و نعمت بر تختهای عزت قرار دارند، به هر سو تماشا می کنند، در چهره هایشان تراوت و نشاط برخورداری از نعمتها را تشخیص می دهی. از شراب خالص سر به مهر نوشانیده می شوند. مهر آن مشک است و در حاصل کردن این مقام باید که پیشگیرندگان پیشی بگیرند. این شراب ممزوج با تسنیم است، چشمه‌ای که از آن مقربان درگاه الهی می نوشند. روزی بود که بیگمان گناهکاران بر مؤمنان می خندیدند و چون بر آنها می گذشتند چشمک می زدند و هنگامی که به سوی خانواده خود برمیگشتند خوش‌طبعی و شوخی می کردند. و چون آنها مسلمانان را می دیدند می گفتند اینها واقعا گمراهانند، در حالی که آنها برای مراقبت احوال مسلمانان فرستاده نشده بودند. اما امروز مؤمنان بر کافران می خندند، بر تختهای قرار دارند و به هر سو تماشا می کنند. آیا کافران به جزای اعمالی که انجام می دادند رسیدند؟ به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. هنگامی که آسمان شق شود و به حکم پروردگارش تسلیم شود و سزاوار است که باید به آن تسلیم شود، و هنگامی که زمین هموار شود و آنچه را که در اندرون دارد بیرون اندازد و خوب خالی شود و به حکم پروردگارش تسلیم شود و سزاوار است که باید به آن تسلیم شود، در آن وقت است که حقایق برملا می شود. و تو ای انسان بیگمان در راهی که به سوی پروردگار خود داری زحمت فراوان می کشی و در آخر کار با او ملاقات می شوی. پس کسی که نامه اعمال او به دست راستش داده شد با او به زودی و آسانی حساب می شود و به خوشی به سوی کسان خود برمی گردد. ولی کسی که نامه اعمال او از پشت سرش داده شد به زودی مرگ را فرا می خواند و در آتش فروزان در آورده می شود. بیگمان او در دنیا در میان کسان خود شادمان بود. واقعا او فکر کرد که به سوی ما رجوع نمی کند. نخیر، یقینا پروردگارش به حال او بینا بود. پس به سرخی شام سوگند می خورم و به شب و آنچه را جمع‌آوری کرده است و به ماه وقتی که کامل یعنی بدر گردد. بیگمان هر یک شما از مرحله به مرحله دیگر وارد می شود. پس چی شده است ایشان را که ایمان نمی آورند و هنگامی که قرآن به ایشان خوانده می شود سجده نمی کنند، بلکه کافران پیوسته آن را تکذیب می کنند. و خداوند به آنچه با خود دارند داناتر است، یعنی به اسرار نهانیشان آگاست. پس ایشان را به عذاب دردناک بشارت ده، جز آنانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند. برای ایشان مزدی است همیشگی که هرگز به آخر نمی رسد. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. قسم به آسمان دارای برج‌ها و قسم به روزی که وعده شده و قسم به گواه و چیزی که مشاهده می شود. هلاک شدند اهل خندق، آتش دارای هیزم بسیار، هنگامی که در کنار آن نشسته بودند و آنچه را بر مسلمانان می کردند با خونسردی مشاهده می نمودند.
از آنها انتقام نمی گرفتند جز این که با خداوند صاحب قدرت منی و ستوده ایمان آورده بودند، ذاتی که پادشاهی آسمانها و زمین از آن اوست و خدا بر هر چیز گواه است. بیگمان آنانی که مردان مسلمان و زنان مسلمان را زجر دادند و توبه نکردند برای ایشان عذاب دوزخ است و برایشان عذاب آتش سوزان است. و بیگمان آنانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند برای ایشان باغ‌هایی است که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و این است پیروزی بزرگ. حقا که گرفتار کردن پروردگار تو چون کسی را گرفتار کند شدید است. واقعا هم اوست که از اول می‌آفریند و زندگی را اعاده می کند و اوست آمرزگار و بسیار دوست دارنده، صاحب عرش با شکوه و جلال، هرچی را بخواهد انجام دادنی است. آیا برایت داستان لشکرها آمده است؟ لشکرهای فرعون و ثمود؟ ولی با این هم کافران در تکذیبند، یعنی کارشان تکذیب است و خداوند از عقبشان بر آنها احاطه دارد. نه چنان است که کافران میپندارند، بلکه این قرآن است مجید، یعنی با شکوه و با عظمت و در لوح محفوظ قرار دارد. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. قسم به آسمان و آنچه در شب پدیدار می شود. و چی چیز تو را آگاه ساخت که پدیدار شونده در شب چیست؟ ستاره است درخشان، کسی نیست که بر او نگهبانی نباشد. باید انسان فکر کند که از چی آفریده شده است. از قطره آب جهنده آفریده شده است که از میان تیر پشت و استخوان‌های سینه بیرون می آید. یقینا که او جله علی شانه بر بازگرداندن وی تواناست، یعنی قدرت دارد انسان را بعد از مرگ او زنده کند. روزی که اسرار برملا می شود پس او نیروی و یاوری ندارد تا از خود دفع کند. قسم به آسمان دارای باران و قسم به زمین دارای شگاف که روینده ها آن را می شگافند و از آن سر برمی آورند. بیگمان این کلام است قاطع میان حق و باطل و این شوخی نیست. واقعا آنها به گونه دسیسه می چینند، من نیز در برابر دسیسه شان طرح می ریزم، یعنی جزای مکرشان را می دهیم. پس کافران را مهلت بده، ایشان را اندکی مهلت بده. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. نام پروردگار بلند مرتبه خود را به پاکی یاد کن، آن که آفرید و آنگاه برابر ساخت و آن که اندازه کرد و آنگاه راه نمود، آن که علف را برای حیوانات از زمین برآورد و باز آن را خشک و سیاه گردانید. به زودی قرآن را به گونه‌ای بر تو می‌خوانیم که آن را فراموش نکنی مگر آنچه را خداوند بخواهد. بیگمان او آشکار و پنهان را می‌داند و تو را به دست یافتن به آن شیوه آسان توفیق می‌دهیم. پس پند بده اگر پند سودمند افتد. کسی که از خدا بترسد به زودی پند خواهد گرفت، ولی بدبخترین مردم از آن کنار میگیرد، آن که به آتش بزرگ یعنی آتش دوزخ میسوزد، به گونه‌ای که در آن نه هم میمیرد و نه هم زنده میماند. ولی کسی که تقوا پیشه کرد رستگار میشود و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز ادا کرد. بلکه این مردم نامسلمان زندگی دنیا را مرجح می شمارند، اما آخرت بهتر و پایدارتر است. و این امر در صحیفه های سابق آسمانی درج است، صحیفه های ابراهیم و موسی. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. آیا به تو داستان قیامت یعنی مصیبت فراگیر رسیده است؟ چهره‌هایی است در آن روز که گرد خواری بر آن نشسته، رنج کشیده، بسیار مهنت دیده، که در آتش سوزان می سوزند و از چشمه داغی جوشان نوشانیده می شوند. برایشان طعامی نیست مگر ذریع که نه چاق می کند و نه هم گرسنگی را برطرف می سازد.
چهره های دیگر است در آن روز شاداب و مرفه، خرسند از کوشش خیش در بهشت برین که در آن سخن بیهوده نمی شنوند. در آن چشمه های است روان، در آن تخت های بلندی قرار دارد و جام های نهاده شده، بالش های ردیف شده است و فرش های فاخر گسترده شده. آیا به اشتر نمی نگرند که چطور آفریده شده و به آسمان که چطور بلند شده است و به کوه که چگونه پا بر جای و استوار برافراشته شده اند و به زمین که چگونه گسترده شده است؟ پس پند بدید، زیرا واقعا تو پند دهنده. تو بر ایشان مسلط نیستی مگر کسی که رو گردانید و کافر شد، پس خداوند او را به بزرگترین عذاب مجازات می کند. بیگمان بازگشت ایشان به سوی ماست و باز حسابشان بر ماست. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. قسم به بامداد و به شبهای 10گانه و به جفت و طاق و به شب چون سپری شود. آیا در اینها سوگندی برای خردمندان هست؟ آیا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چی کرد؟ با شهر ارم دارای ستونهای بلند چی کرد که مثل آن در هیچ سرزمین ساختن نشده بود؟ و با قوم ثمود که صخره‌های بزرگ سنگ را در وادی تراش داده بودند و با فرعون صاحب میخها، چون اینها کسانی بودند که در شهرها بنای سرکشی را گذاشتند و به فساد پیشگی زیاد دست یازیدند، بنابراین پروردگار تو عذاب را به شدت بر آنها فرو ریخت. بیگمان پروردگارت در کمینگاه است. اما انسان چون وی را پروردگارش آزمایش کند و او را عزت و نعمت عطا کند، با تکبر میگوید پروردگارم مرا عزت داد. و اما چون او را آزمایش کند و روزی او را بر وی تنگ سازد، در یأس میگوید پروردگارم مرا اهانت کرد. چنین نیست که شما میپندارید، بلکه واقعیت این است که شما یتیم را عزت نمی کنید، یکدیگر را به طعام دادن به محتاج تشویق نمی کنید و حقوق میراث دیگران را همگی و تمامی می خورید و مال و دارایی را با عشق بسیار دوست دارید. نه چنان است که شما می پندارید، هنگامی که زمین با کوبیدن بسیار شدید بعد از کوبیدن دیگر کوبیده شود و پروردگار تو بیاید و فرشتگان در صف بعد از صف دیگر قرار گیرند و جن و انس را در محاصره بکشند و دوزخ در آن روز آورده شود. در آن روز است که انسان پندشنو می شود، ولی این پند شنیدن او چی فایده ای را به همراه خواهد داشت؟ می گوید افسوس است به حال من، ای کاش چیزی یعنی اعمال نیکو را برای این زندگی یعنی آخرت خیش از پیش می فرستادم. پس در آن روز هیچ کس به مانند عذاب او جله علی شانه عذاب نمی کند و هیچ کس به مانند زنجیر و ولچک بسته کردن او بسته نمی کند. و تو ای انسان آرامش یافته به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که تو از او خوشنودی و او از تو خوشنود است. پس در زمره بندگان مخلص من داخل شو و در بهشت من درآی. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. قسم به این شهر و تو باشنده این شهر هستی و قسم به پدر و فرزندانی که به وسیله آدم به دنیا آمده است. بیگمان انسان را در رنج و مشقت آفریدیم. آیا فکر می کند که هیچ کس بر او قدرت نمی یابد؟ افتخار کرده می گوید ثروت زیادی خرج کردم. آیا فکر می کند کسی او را ندیده است؟ آیا برای او دو چشم نیافریدیم و زبانی و دو لب و به او دو راه را نشان ندادیم؟ ولی او با تحمل رنج و زحمت راه سخت و دشوارگذاری را سپری نکرد. تو را چی آگاه ساخت که راه سخت و دشوارگذار چیست؟ سپری کردن این راه عبارت است از آزاد ساختن اسیر یا دادن طعام در روز گرسنگی برای یتیم خویشاوند یا برای مسکین زمینگیری.
و باز در عین حال از کسانی باشد که ایمان آورده اند و یکدیگر را به صبر توصیه کرده و نیز به مهربانی توصیه نموده اند. و آنانی که از آیات ما انکار ورزیده، ایشان یاران دست چپند. بر ایشان چنان آتشی است که همه روزنه های آن بسته است. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت با رحم. قسم به آفتاب و درخشندگی پرشکوه آن و به ماه چون به دنبال آن می آید و به روز چون شکوه آن را آفتاب تجلی می دهد و قسم به شب چون آن را می پوشاند و به آسمان و ذاتی که آن را بنا کرد و به زمین و ذاتی که آن را هموار کرد و به نفس انسان و ذاتی که آن را برابر ساخت و به او فجور و تقوایش را الهام کرد. واقعا رستگار شد کسی که آن را پاکیزه ساخت و زیانکار شد کسی که آن را آلوده ساخت. قوم ثمود به سرکشی خیش حق را تکذیب کردند، آنگاه که شقی‌ترینشان دست به کار شدند. سپس رسول خدا به ایشان گفت اشتر خدا را با آبخورش به حال خودش بگذارید. او را تکذیب کردند و اشتر را پی کردند. پس پروردگارشان ایشان را به سبب گناهشان به عذاب فراگیر محو کرد و سرزمینشان را هموار ساخت و خداوند از پیامد آن هراس ندارد. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت با رحم. قسم به شب چون همه چیز را می پوشاند و به روز چون متجلی می شود و به آنچه از نر و ماده آفریده است. بیگمان کوشش های شما گوناگون است. پس کسی که در همه وجوه خیر به داد و دهش پرداخت و پرهیز پیشه کرد و سخن نیکو را تصدیق کرد، پس راه او را به سرای آسایش یعنی بهشت هموار می سازیم. اما کسی که بخل کرد و خود را بی‌نیاز پنداشت و سخن نیکو را تکذیب کرد، پس راه او را به سرای دشواری یعنی دوزخ هموار می سازیم. و چون به گور انداخته شود، مالش او را از عذاب خداوند بی‌نیاز ساختن نمی تواند. بیگمان راه نمودن او بر ماست و بیگمان آخرت و دنیا از آن ماست. پس شما را از آتش شعله‌ور ترسانیدیم. کسی به آن جز بدبخترین مردم نمی سوزد، آنکه آیات الهی را تکذیب کرد و رو گردانید و به زودی پرهیزگارترین مردم از آن باز داشته می شود، آنکه مالش را در راه حق می دهد تا پاکیزه شود و هیچ کس بر او حق نعمتی ندارد تا جزای آن داده شود جز جستن خوشنودی پروردگاری والا مرتبه خیش را و به زودی خوشنود می شود. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت با رحم. قسم به روشنایی چاشتگاهان و به شب هنگامی که آرام گیرد که پروردگارت تو را ترک نکرده و بر تو خشم نگرفته است و بیگمان برای تو آخرت از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت به تو چیزی را عنایت می کند که خوشنود شوی. آیا تو را یتیم نیافت و برای تو پناه داد و تو را سرگردان یعنی بی اطلاع از احکام شریعت یافت و رهیاب ساخت و تو را نیازمند یافت و بی نیاز گردانید. پس بر یتیم قهر مکن و بر سائل بانگ مزن و نعمت پروردگارت را بیان کن یعنی آن را به دسترس همگان قرار بده. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت با رحم. آیا ما برایت سینه ات را فراخ نکردیم و از تو آن بار تو را بر نداشتیم که پشتت را خم کرده بود و نام تو را رفعت بخشیدیم یعنی ذکر تو را جاودانه گردانیدیم. پس بیگمان با هر دشواری آسانی است، بیگمان با هر دشواری آسانی است. پس چون فارغ شدی پس بپا خیز و بازاری و التماس به سوی پروردگار خود روی آور. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت با رحم. قسم به انجیر و به زیتون و به کوه سینا و این شهر امن. واقعا انسان را به بهترین شکل و متناسبترین هیئت آفریدیم
سپس او را به پایانترین مراتب فروماندگان قرار دادیم، جز آنانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند که برای ایشان پاداشی است که هرگز قطع نمی شود. پس بعد از همه این حقایق مبرم چیز تو را به تکذیب روز جزا واداشت؟ آیا خداوند بهترین حکم کنندگان نیست؟ به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. بخوان به نام پروردگار خویش، آن که آفرید انسان را از پارچه خون بسته آفرید. بخوان و پروردگارت بسیار کریم است، آن که انسان را به وسیله قلم علم آموخت، به انسان آنچه را نمیدانست آموخت. نه چنان است که شکر نعمتهای خدا به جا آورده می شود، بلکه بیگمان انسان سرکشی می کند چون خود را بی نیاز می بیند. بیگمان بازگشت به سوی پروردگار توست. آیا دیدی کسی را که باز می دارد بنده را چون نماز می خواند؟ آیا دیدی اگر به راه راست باشد یا مردم را به پرهیزگاری سفارش کند؟ آیا دیدی اگر حق را تکذیب کند و رو گرداند؟ آیا نمی داند که بیگمان خدا اعمالش را می بیند؟ نه چنان است که او می پندارد اگر از این کارها خودداری نکند موهای بالای پیشانیش یعنی کاکلش را به آتش می گیریم. کاکل پیشانی دروغگوی خطاکار را. بگذار که او هم نشینان مجلس خود را بخواهد، ما هم موظفان دوزخ را فرا می خوانیم. نه چنان است که او می گوید از او فرمان مبر و سجده کن و تقرب بجو. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. بیگمان این قرآن را در شب قدر نازل کردیم و چیز تو را آگاه ساخت که شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از 1000 ماه است. در آن فرشتگان و روح به اجازه پروردگارشان برای هر کار فرود می آیند و از همه چیز سلامتی و آرامش است. این حالت تا طلوع بامداد دوام دارد. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. کافران از اهل کتاب و مشرکان به پندار خویش تا هنگامی از دین خود باز نمی گشتند که به ایشان حجت روشن بیاید، پیامبری از جانب خدا و به ایشان صحیفه های پاکیزه را بخواند که در آن کتاب یعنی احکام استوار می باشد. ولی برعکس هرگز از اهل کتاب از حق متفرق نشدند مگر بعد از اینکه روشنی از جانب خدا آمد و در حالی که مأمور نشده اند مگر به اینکه خدا را به کمال اخلاص بپرستند و عقیده داشته باشند که دین از جانب اوست و در عین حال از هر نوع انحراف برکنار باشند، نماز را به تمام و کمال ادا کنند و زکات بدهند و این است دین صحیح استوار. بیگمان کسانی از اهل کتاب که کافر شدند و نیز مشرکان در آتش دوزخند، در آنجا همیشه به سر میبرند. ایشان بدترین مخلوقاتند. بیگمان آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ایشان بهترین مخلوقات هستند. پاداششان نزد پروردگارشان بهشت‌های جاودان است که در زیر درختان آنها رودبارها جریان دارد، در آنجا جاودانه به سر میبرند. خداوند از ایشان خوشنود شد و ایشان از خداوند خوشنود شدند. این است سرنوشت برای کسی که از پروردگار خود بترسد. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. وقتی که زمین با همان زلزله شدید خود رو برو شود و زمین گرانباری های خود را بیرون افکند به گونه‌ای که انسان بگوید زمین را چی شده است، در آن روز زمین خبرهای خود را بیان می کند به سبب آن که پروردگار تو به آن امر کرده است. در آن روز دسته دسته از مردم به گونه متمایز و جدا شده به راه می افتند. پس هر که به وزن ذره خوبی کرده باشد آن را می بیند و هر که به وزن ذره بدی کرده باشد نیز آن را می بیند. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. قسم به اسب‌های غازی
که در حین تاختن جرقه های آتش می افروزند و باز به حمله برندگان صبحگاهی که از اثر تماس سم خیش به زمین و غبار یا جرقه آتش بالا می کنند و با آن در قعر اجتماع دشمن در می آیند. بیگمان انسان بر پروردگار خود ناسپاس است و خود بر این گواه می باشد و بیگمان به ثروت علاقه شدیدی دارد. آیا نمی داند هنگامی که آنچه در گورستان است برانگیخته شود و آنچه در سینه هاست آشکار شود، بیگمان در آن روز پروردگارشان و اعمال ایشان کاملا آگاه است. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. واقع سخت کوبنده. آن واقع سخت کوبنده چیست؟ و چی چیز تو را آگاه ساخت که آن واقع سخت کوبنده چیست؟ روزی است که در آن مردم چون پروانه ها پراکنده می باشند و کوها چون پشم رنگین ندافی شده می باشند. پس کسی که وزنهای اعمال نیکوی او سنگین شد در زندگی خوشنودانه به سر می برد. اما کسی که وزنهای اعمال نیکوی او سبک شد پس پناهگاه او هاویه یعنی دوزخ است. و چی چیز تو را آگاه ساخت که این هاویه چیست؟ آتش است نهایت سوزاننده. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. حرص افزونی در مال و ثروت شما را از آخرت غافل گردانید تا اینکه قبرها را دیدید. نخیر چنین نیست، به زودی حقیقت را خواهید دانست. نخیر باز هم چنین نیست، به زودی حقیقت را خواهید دانست. نخیر اگر علم یقین را می دانستید این روش را اختیار نمی کردید. یقینا آتش دوزخ را می بینید، سپس آن را با چشم یقین می بینید. پس در آن روز درباره نعمتهایی که بر آن اتکا داشتید پرسیده خواهید شد. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. قسم به زمانه، بیگمان انسان در زیان است جز آنانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند و همدیگر را به حق توصیه کردند و یکدیگر را به صبر و ثبات سفارش نمودند. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. وای بر هر طعنه زنده عیب جوی که ثروت را انبار کرد و آن را برشمرد، می پندارد که ثروتش عمر او را جاودانه می سازد. نه چنان است که او می پندارد، یقینا در حطمه یعنی آتش انداخته می شود. چی چیز تو را آگاه ساخت که حطمه چیست؟ آتش افروخته خدایی است که بر دلها سر می کشد. بیگمان این آتش بر ایشان بسته شده است در ستونهای درازی. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. آیا ندیدی که پروردگارت با اصحاب فیل چی کرد؟ آیا دسیسه ایشان را بی اثر نساخت؟ بر ایشان پرندگان ابابیل را فرستاد که ایشان را با سنگهای گل پخته می زدند و ایشان را همچون کاه خورده شده گردانید. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. به سبب انس قریش، انس ایشان به سفر زمستانی و تابستانی، پس باید پروردگار این خانه را بپرستند، ذاتی که ایشان را در گرسنگی طعام داد و در برابر ترس ایمن ساخت. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. آیا کسی را که روز جزا را تکذیب می کند دیدی؟ این همان کسی است که یتیم را با اهانت میراند و به طعام دادن به محتاج تشویق نمی کند. پس وای بر آن نمازگزارانی که از نمازشان غافلند، آنانی که ریا می کنند و سامان مورد نیاز نیازمندان را از ایشان دریغ می دارند. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. بیگمان به تو چشمه کوثر را دادی، پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. بیگمان دشمن تو یعنی کسی که تو را و زشتی یاد می کند ابتر یعنی دنبوریده است.
به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. بگو ای کافران، آنچه را شما می پرستید من نمی پرستم و نه هم شما پرستنده چیزی هستید که من آن را می پرستم و نه هم هرگز من پرستنده چیزی هستم که شما آن را می پرستید و نه هم شما پرستنده چیزی هستید که من آن را می پرستم. برای شماست دین شما و برای من است دین من. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. هنگامی که یاری خداوند و پیروزی فرا رسید و دیدی که مردم گروه گروه به دین خداوند داخل می شوند، پس پروردگار خود را به پاکی یاد کن و از او آمرزش بخواه، حقا که او بسیار توبه پذیر است. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. دستهای ابولهب یعنی پدر شعله های آتش خشک شود و خود او هم هلاک شد. مال او و دسترنجش از وی تباهی و عذاب را دفع نکرد. به زودی به آتش شعله‌وری داخل می شود و همسرش نیز آن زنی که پشته هیزم را به دوش می کشید. در گردن او که به زیورها مزین شده است ریسمانی از لیف خرما حلقه زده است. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. بگو او خدای یکتاست، خدای بی نیاز است، نزاده است و نزاده شده است و برای او هیچ کسی سیال نیست. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. بگو پناه میبرم به پروردگار صبح از شر آنچه آفریده است و از شر تاریکی هنگامی که گسترش می‌یابد، از شر آنانی که در گره ها می‌دمند و از شر هر حاسدی چون حسد می‌ورزد. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. بگو به پروردگار مردم، به پادشاه مردم، به خداوند مردم پناه میبرم از شر وسوسه کننده پنهان شونده، آن که در دلهای مردم وسوسه می‌افکند، از جینیان و مردم. خداوند راستگوی بزرگ است.